سلام علیکم رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میرزا هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. آقا توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که توی این بخش جدید رنکدی که یه چند هفته است اومده چه کار کنید که اون جایزه هاشو بگیرید، که حالا چیزای خوبی هستن، خفنه، به درد میخوره. به نسبت کاری که باید انجام بدید چیزای خوبی هستن. لایک و ساب یادتون نره. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. خب آقا، اول از دو حالت میشه رفت اونجا. این ایونت هم جدید اومده، شاید یه ویدیو اش بسازم. اولین قسمت F این بغل کران کلیک میکنید، زبونم گرفت اصلا. آره خلاصه اینجا روی رنک میزنید. بعد از اینجا اینا که این بغل اینجا اینا برای اینه که مثلا من رنک بازی نمی کنم، گل یکم مثلا برسی دایموند 1 اینو میده. این اسکاره، این اسکاره، این میبینید دیگه. آره دیگه. خب این پافره هستش، تاپ، یعنی پافر تاپ برای هیروه. اینم که پلاتینوم. کلا به اینا کار نداریم، اینا کار ما نیست. اینجا که میبینید این عقابه، الان براتون فلش زدم، اینو باز میکنید، ساب میکنید، انیمیشن پرمحتواش تموم که شد. اینجا کلا مبنای کار کردن این بر اساس هیرو شدن شماست. اونجا هیرو کانت نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، ولی اینجا نشون میده که چند بار تا حالا هیرو شدید. من که حالا هیرو نشدم، الان سیزن 37 بتل رویالیم. توی کلش اسکواد هم میتونید هیرو بشید، یعنی توی هر سیزن شما میتونید دوبار هیرو بشید، که برای گرفتن آخرین جایزش که این باشه شما نیاز دارید که توی 6 سیزن دوبار هیرو بشید. همینطور که میبینید اینجا 1 2 3 4 5 6 سیزن اینجا داره. 1 2 3 4 5 6 سیزن هم اینجا داره. این آخری نمیدونم حساب میشه یا نه. کلا یعنی برای گرفتن جایزه آخری شما باید همه 6 تا سیزن آینده رو که این ایونت هستش هیرو بشید، یعنی حتی یه سیزن هم نباید از دست بدید، چون اگر دست بدید دیگه طبیعتا جایزه آخرش رو نمیتونید بگیرید. که جایزه اولش که دوبار باید هیرو بشید، که همون سیزن اول میتونید تکمیلش کنید، این درسر رو میده. خیلی پرمحتوای واقعا، بزنید. آره 2 سیزن اگه کامل هیرو بشید، 4 بار هیرو بشید، این چتر رو بهتون میده، که به نظرم این واقعا خفنه. چون فکر میکنم اولین چتر لژندری بازی باشه، چون من خیلی وقت بازی نکرده بودم، اطلاع ندارم خیلی، ولی فکر میکنم اولین چتر لژندری بازی هستش که کلا این شکلیه. چتر را 3 سیزن اگه شما کامل هیرو بشید این MP5 رو بهتون میده، که این به نظرم واقعا چیز خفنیه. 2 خط رنج داره، 1 خط دمیج داره، 1 خط هم از مگزینتون کم میکنه. رنج همون برد اسلحه میشه، دمیج آسیبی که وارد میکنه، مگزین هم خشابش میشه، از خشابش 1 خط کم میکنه، خیلی مهم نیست. حالا به نسبت همین قدرتش چیز واقعا خوبیه، من که اوکی هم باش، یعنی به نظر من که واقعا خوبه. شکلش هم که خیلی قشنگه به نظرم، میبینید تو دست کاراکتر آره دیگه. خلاصه شبیه عقابه که دهنش هم بازه، خیلی پرمحتواه. جایزه آخرش هم این هستش که دیگه میبینید دیگه، چیزی نداره بگم. اینا وقتی مثلا توی اسکوادی میرید، یا اینجا من هنوز اینو تغییر ندارم، مثلا برای مثال من برم توی این اسکواد، خب پره من برم خب نتمون ریده دوستان، چون اینجا تغییر کرده. خب میم آقا استارت نکن، مثلا اینو بزنید، من تغییرش ندادم، رید این بالا می نویسه. آره که کم کرده. خلاصه که این بود از این ایونت. یه مدل از این گوشه F این کنار میتونید برید، یه دونه هم میتونید گیم مود یا بزنید روی این رنکده و اینجا انتخابش کنید. یه مدل دیگه هم داره که اگه گیم مودتون روی رنکد باشه میشه این کارو کرد. مثلا اینجا رنکده، شما این رنک کنار بزنید میاره دوباره براتون. لایک و ساب یادتون نره. یه ویدیو هم احتمالا در آینده در مورد این ایونت جدیدی که اومده بذاریم، و خلاصه کلا اینکه چجور کار میکنه، این بالا چیه و اینجور چیزا. شاید هم نذاریم دیگه. خلاصه شاید گوشم این بالا چی میگه. آره فکر کنم بویا پس نگرفتم. بله
لایک و ساب یادتون، یادم چی میخواستم بگم. بله لایک و ساب یادتون نره. لایک کنید، ساب کنید، لایک کنید، دوباره لایک کنید، اصلا با یه اکانت دیگه بیاید ساب کنید. خلاصه که بله دیگه تا ویدیو دیگه. نه خداحافظ، یه قلب براتون. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.